سلام دوستا، بازم خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه کار با تیلر در آلمان. دوستا در این ویدیو میخوایم براتان امروز یکی از مشکلات کار با تیلر در آلمان بگویم. خدا کنه از ویدیو خوشتان بیاد، لطفا ویدیو را تا آخر بیننده باشین. دوستا من امروز بار 3 تا شرکت مختلف در داخل موتر خود بار کرده بودم. زمانی که من از شرکت دومی رسیدم اونا نبودن و شرکت بسته بود. بعداً من از اونجا حرکت کردم طرف شرکت سومی. قسمی که شما در تصویر میبینین من هم در شرکت سومی رسیدم. اولتر باید برم همراه کاغذهای خود در دفترشان ثبت نام کنم تا اشتبله فره بیایه و شروع به خالی کردن بار کنیم. دوستا این 4 تا پلیت بار شرکت دومی بود که نتونستم در اوجا خالی کنم. اینا را باید در گوشه بانم تا بتونم بار از این شرکت سومی را خالی کنم. دوستا من چون کارم بیرون شهری هستم و بعضی وقتا یک شرکت بارش می باشه داخل موترم، نهایت 3 شرکت، از او بیشتر بار نمی باشه در داخل موتر. ولی دوستایی که داخل شهری کار میکنن، اگر اونا خدا نخواسته با همچین یک مشکل سر میخورن، بر از اونا خیلی درد سر می باشه، به خاطر که اونا روزانه بار 10 تا شرکت مختلف میبرن، یا هم کمتر و یا هم بیشتر. اونا باید در طول روز این باری که برشان اضافه مونده در داخل موتر و یا هم به شرکتی که برده اونا نبودن، باید در طول روز در این طرف و اون طرف موتر انتقال بده تا بتونه بار شرکت های دیگر خالی کنه. دوستا این آخری پلیتی است که این نفر بار خود مکمل تسلیم شد و ما هم باید فعلا این 4 تا پلیت پس دوباره در سر جایش بانم و محکمشان بسازم تا خدا نخواسته در راه کدام مشکلی به وجود نبیاید. بعد از اینکه 4 تا پلیت محکم ساختم، چون ساعتای کاری ما تمام نشده، ما باید پس دوباره امرای شرکتی که کار میکنم در اوجا به تماس شوم و پرسان کنم که باید چیکار کنم. بعد از اینکه من امرای شرکت به تماس شدم، اونا هم برای ما گفتن که ما باید این 4 تا پلیت پس در شرکتی که صبح رفته بودم نبودن در اوجا ببرم، چون که اونا به این بار خود امروز ضرورت دارد و بعدا از اوجا خالی به طرف شرکتی که کار میکنم اوجا باید برم. خب دوستا، خدا کنه از ویدیو خوشتان آمده باشه. لطفا صفحه ما را فالو کنین. سوالی هم داشتین در کامنت نوشته کنین، حتما جواب میدم. لایک ویدیو را هم فراموش نکنین.